ارومیه یه باغی رو تو دل خودش جا داده که دیدنیه. 10 ساله یه تاک ویژه اینجا قد کشیده که میزبان 10 ها رقم انگوره. یه نشانه از تلاش و پشتکار. این پایه‌ای که من انتخاب کردم پایه رزقی هست. پایه رزقی یه پایه هست نسبت به بقیه پایا یه مقدار به سرما مقاوم‌تر هست و حدود 41 رقم من اینجا ارقام مختلف داخلی خارجی کشور رو روی این پایه پیوند کردم. این انگور گندمه هست که رقم زودرسی هستش. این گزندایی هست. این انگور تبرزه است. صاحبی، حسینی، قزل، مکئی، رقم سیاه سردشت، بیدانه قرمز، ریش بابای قرمز و بیدانه سفید. رقم رد گلاب رقم خارجی هست. یکی دیگه از ارقام خارجی بلک سیدلس هست، رقم لابروسکا که اسانس داره و رقم معطری هست. میگن باغبانی هم فن هم هنر. یکی از فنونش هم پیوندزنیه. یه روش تکثیر غیر جنسی که صفات ژنتیکی رو بدون کم و کاست به نسل بعد منتقل میکنه. این روشی که من ابداع کردم این روشی است که بسیار ساده است به نام پیوند اسکنه سبز. این پیوند در واقع کارهای خیلی بالایی در انگور داره به طوری که روی یک تاک میشه تعداد زیادی انگور رو پیوند کرد. تولید انگور بخشی از فرهنگ مردم آذربایجان غربی به ویژه مردم ارومیه است. این محصول علاوه بر تازه‌خوری به صورت کشمش و دوشاب یا شیره انگور هم کام خیلی‌ها رو شیرین میکنه. جای شما خالی.